1. مگر قاسم در صحرا نخوابید؟ پس چرا صدای گریه‌اش از حیاط می آید؟ صدای مادر که با احمد رضا حرف می زد محمد را از خواب پراند. با امشب می شد 11 شب که محمد درست نخوابیده بود. همیشه این موقع از سال که می رسید زندگی برایش شکل باد می گذشت. اما حالا آنقدر کابوس می دید که شبهایش نصفه می ماندند و صدای گریه پدر هم به آن اضافه شده بود. این 11مین گوساله‌ای بود که مرده به دنیا می آمد و پدر که برای هر کدام از ماده گاوها به اندازه فرزند خودش وقت گذاشته بود، رنج هر کدامشان را رنج خود می دید. با صدای اذان بیدار می شد و می رفت درون طویله. می گذاشت ماده گاوها گوساله های مرده را لیس بزنند و بعد به آرامی از یکدیگر جدایشان می کرد و تا صحرا لاشه ها را بغل می گرفت و پیاده برایشان لالایی می خواند. دور تا دور مزرعه داشت پر می شد از لاشه گوساله ها. بالای سر هر کدام یک نهال کاشته بود. نهال زردآلو، چنار، گردو و سیب و غیره. خانه‌شان در حومه شهر کنار مزارع بود. اما علاوه بر مزرعه چیزهای دیگری هم آنجا دیده میشد. زیر پل رودخانه پر از سرنگ شده بود. محمد که دستهایش تماماً جای زخم داس و علفهای هرز بود، صبحها مورد تمسخر همکلاسی‌هایش قرار می گرفت. مگر یک بچه 10 ساله می تواند ثابت کند که پول ندارد هروئین بخرد؟ شب که می رسید کابوس همینها را می دید. می دید که وقتی خوابند بچه های مدرسه می آیند درون طویله دوا می دهند به ماده گاوها و بعد یواشکی می آیند بالای سر محمد. زخمهایش را باز می کنند و مواد را از آن به داخل رگها می ریزند. این تصاویر را محمد دوباره در 50 سالگی به یاد می آورد. هر روز صبح وقتی جلوی آینه قرار گرفته و مسواک می زند. 2. محمد ساعت 5 صبح با یک رکابی سفید و شلوار 4 خانه جلوی آینه دستشویی ایستاد و برس مسواکش را که تا نصف خمیر دندانی بود سریع و محکم روی دندانها کشید. او در حالی که به چهره عجیبش که بدون عینک انگار خلوت‌تر بود نگاه می‌کرد، متوجه یک دانه ریش سفید شد. یادش آمد که او بوده است که اولین ریش سفید پدرش قاسم را دیده. درست در ماه محرم زمانی که دست او را گرفته بود و با دست دیگرش سینه می‌زد. صدای در زدن دخترش او را به فضای سرد دستشویی برگرداند. بابا، مسواک من و خمیر دندان را می‌دهی؟ محمد با لبخند خمیریش که حاوی مقداری سیبیل و کف بود از میان دندانها گفت صبح بخیر و مسواک و خمیر دندان را به دست دخترش داد. قاسم درست شبیه محمد بود، همان سیبیل ها را داشت و پوست هر دو در برابر رنگ گرفتن از خورشید مقاومتی نمی کرد. تنها بارهایی که محمد به پدرش احساس نزدیکی کرده بود زمانهایی بود که با هم دست در دست هم در دل دسته ها راه می رفتند و سینه می زدند. تنها باری که اشک پدرش را دیده بود و می توانست با آغوش او پناه ببرد و زبری دستهایش را حس کند همانجا بود. چند روز قبل بهار دخترش تمام روز را گریسته بود. گفت دارد کابوس می بیند که چندین گوساله را خاک می کند. خبر آوردند که بمب خورده است داخل خانه احمد رضا پسردایی محمد که خیابانها را هر روز متر می کرد تا لاشه های بمب زده را از روی زمین بردارد و بگذارند داخل آمبولانس ها، وقتی این خبر را شنید تمام توان 11 سالش را جمع کرد درون پاهای کوچکش و تا جان داشت دوید. چند تن داشتند بدنها را جمع می کردند. محمد چشمش به کفش‌های احمد رضا خورد.
چند هفته پیش با هم رفته بودند به خیابان و وقتی این کفش‌ها را دیده بودند، احمد رضا بدون لحظه‌ای تعلل حقوق 1 ماهش را داده بود و آن 1 جفت کفش را خریده بود. او کفش‌ها را برداشت و پشت سر مردی که تن او را می‌کشاند تا بذاردش داخل آمبولانس دوید تا پاهای احمد رضا بدون کفش نماند. مرد خندید و گفت اینها دیگر به دردش نمی‌خورند و اینطور شد که محمد برای اولین بار به این فکر کرد که در 1 لحظه چیزها می‌توانند واقعاً تمام شوند. پس تا صحرا راه رفت. قبر گوساله‌ها دیگر پیدا نبود و نهال‌های کاشته شده جایشان را داده بودند به خانه‌ای که به تازگی پدرش ساخته بود. خانه‌ای که نه حمام داشت و نه حتی 1 اتاق و فقط 1 بنای کاهگلی بود که در زمان حمله به آن پناه می‌بردند. محمد از نردبان بالا رفت و نشست روی بام خانه. بوی خون دست‌هایش او را یاد چیزی می‌انداخت. دست‌های پدر. در آن 11 روز که گوساله‌ها می‌مردند، پدرش بیوقفه دست‌ها را می‌شست، اما بوی خون انگار جزئی از آنها شده بود. صبح که می‌آمد محمد را برای مدرسه بیدار کند، بوی خون صاف می‌رفت داخل دماغش و کابوس محمد اینطور کامل می‌شد. روی بام که نشسته بود به دوردست‌ها نگاه کرد و 5 صاعقه را دید و دید که باد با دستی نامرئی به پرچمی در دوردست‌ها سیلی می‌زند. پایین پاهایش را که نگاه کرد، همان بادی که به پرچم سیلی می‌زد نزدیکش شده بود و گندم‌ها را طوری می‌رقصاند که هزاران طیف رنگ سبز را در آن می‌دید. چند لحظه بعد بادی سهمگین‌تر وزید و وقتی که بالا را نگاه کرد دید 1 هواپیمای جنگی دارد نزدیک می شود. آنقدر نزدیک که می توانست خلبانش را هم ببیند. 4. اگر از وسط 1 دشت سبز تو را بردارند بگذارند لای ماشین ها، دشت را کجا می جویی؟ در خواب. و اگر نتوانستی آنجا هم دشت را پیدا کنی؟ محمد در 50 سالگی به همین نقطه رسیده بود. از 11 تا 50 سالگی را بدون زخم دستهایش گذرانده بود. 1 دختر زیبا داشت و حالا داشت در خوابهایش دشت را جستجو می‌کرد. وقتی دخترش برای اولین بار گفت که خواب گوساله‌های مرده را می‌بیند، متوجه شد که خاطراتش می‌توانند جایی فراتر از ذهن او بروند، جایی که سلول‌های حافظه‌اش بدون حضور او هم به خوبی کار می‌کنند. 1 روز محمد بالاخره تصمیم گرفت همه خاطراتش را برای بهار تعریف کند. وقتی که به او گفت، تمام چیزها روشن شد و بهار راز مرگ گوساله‌ها را در رویا کشف کرد. 5. بازگشت به مکان مرگ گوساله‌ها که حالا چیزی جز 1 خانه‌ای در هم شکسته نبود، محمد و بهار را به چیزی رساند که زخم مشترکشان را باز کرد. مسئله انگار هیچگاه دشت نبوده. مسئله همان چیزهایی بود که پنهان می‌کردند. هر دو وقتی به احساسی مثل خشم می‌رسیدند سکوت می‌کردند و آتش آن خشم نتیجهش می‌شد 1 خودسوزی درونی. اگر رنجت را کلمه نکنی و به کسی نگویی، نتیجهش می‌شود کابوس‌های پی در پی که چیزی را در درون تو غلیظتر می‌کند. خشم محمد از مرگ گوساله‌ها و بچه‌های مدرسه و خشم بهار از سکوت پدرش نقطه‌ای بود که آنها را حالا به شانه یکدیگر رسانده بود. راز را بهار در کابوس‌ها کشف کرده بود. وقتی که به پدر توضیح داد که در خواب دیده است واقعاً کسی به ماده گاوها دوا می‌دهد و چهره او را توصیف کرد، محمد پس از گذشت سالها یادش آمد که این تصویر کسی است که در کودکی به او دست درازی کرده است. یادش آمد که او را تهدید کرده بود به مرگ گوساله‌ها و این کار حافظه‌اش بوده که تمامشان را پاک کرده است. او دشت را نمی جست، بلکه چیزی را می جست که در کودکی با فرار به دشت سعی داشت آن را فراموش کند و فراموشم کرده بود و اینطور شد که مدار زمان دوباره خاطره را به صاحبش برگرداند.